دوستان عزیز درود. نشری نوبتی برنامه ترانسفر در عمل رو در پس منظر کارهای پررواج روزانه زمستان‌های ترانسفری منظورتان می‌گردانیم. در چمپیونات اسپانیا باشد سیویلیا قهرمان جهان 2022 گانسالو مونتیل را بر ریور پلیت فروخت و از این کارش 4.5 جمعی 9.5 میلیون یورو فایده دید. این قهرمانی جهان با همین بعد گذراندن 81 بازی در صف اندلوسیا و پیروزی در لیگ اروپا تاریخ فوتبال اروپا را فتح کردن نتوانست و بازگشت به وطن کرد. این موسم گانسالو همگی 6 بازی در لالیگا گذرانیده با یک کارت زردش آن را بهر سرخکنی به فوتبال جنجال برانگیز ارژنتینیان می‌رود. در سری آ میلان با فود بالاتوره شرطنامه همکاری را قطع کرد، زیرا این دفاعگر سر سال 21 وقتی گزارش از موناکو در سری آ تنها 20 بازی گذرانیده است و خلاص. این موسم باشد فوده در صف دسته دومی میلان 3 بازی در سری C دایر کرد. بازیگری که برای عوض 4 میلیون یورو از موناکو به میلان آمده بود موسم قبلی را در صف فولخم طریق اجاره پشت سر کرد و آنجا هم غیر از گذراندن 6 بازی بدون نتیجه یگان کار شایسته تحسین نکرده بود. در کشوری تامین کننده صفت باشد بروسیا دورتموند سرمربیش نوری شاهین را به استعفا روان نمود. در این باره خدمات مطبوعاتی زنبورها با نشر اظهارات در سامانه رسمی باشگاهی خبر داد. متاسفانه در زمان نشر این اظهارات ما نتوانستیم آرزوهای ورزشی بروسیا دورتموند را در این موسم عملی سازیم. من به این باشگاه همه بهترین ها را آرزومندم. اقتباس می‌آورد خدمات مطبوعاتی زنبورها از سخنان شاهین. تا امروز زنبورها با کسب 25 امتیاز در زمینه دهم جدول بوندسلیگا قرار دارند. شاهین تابستان سال گذشته وظیفه سرمربیگی تیم بروسیا دورتموند را به عهده گرفته بود. نوری به جای ادین ترزیچ که قبلا یاور او در دسته بود سرمربی تعیین شده بود. بعد از وظیفه سبکدوش شدن شاهین که در بروسیا دورتموند شاهین نشد بلکه به تورنا تبدیل یافت، اکنون رسانه‌ها برهانند که اریک تن هاگ در سیگنال ایدونا پارک شفی را به دست می‌گیرد. خبر دیگری قابل دقت از عالم بوندسلیگا آن است که ماینز لنارد ملونی را از هایدنهایم خریداری کرد و درباره ارزش گزارش بازیگر یگان سخن هم نکرد. شرطنامه کاری با نیم حمایتگر 25 ساله و مهلت 3.5 ساله بسته شده. ملونی موسم جاری در بوندسلیگا 11 بازی گذرانید و غیر از گرفتن یک کارت زرد دیگر کلاً ورد زبانها نشد. صف دسته کودکی مسی یا خود نیوئلز اولد بویز باشد، هرچند که خود بهترین بازیگری همه دور و زمان گزارش انجام نکرد و تا حال در امریکا مشغول پول جمع کنی است، هم دسته سابقش از پاریژ پیوست. اینجا گپسری سابق دروازه‌بان PSG رئال مادرید و تیم ملی کوستاریکا کیلور نواس می رود که به باشگاه نیوئلز اولد بویز ارژانتین پیوست. سامانه رسمی نیوئلز اولد بویز خبر می دهد که شرطنامه دروازه‌بان 38 ساله با دسته نوش تا تابستان سال 26 مهلت دارد. یادآور می‌شویم که آخرین دسته کیلور نواس PSG بود که با آنجا او سال 2019 از رئال مادرید گزارش انجام داده بود. در این مدت او در 115 واخوری در همه مسابقه ها اشتراک کرده در 52 بازی به دروازه‌اش گل سر نداده است. نواس پس از آمدن دروازه‌بان جانلویجی داناروما تابستان سال 21 جای خود را در هیئت اساسی باشگاه پاریژی از دست داد. او بعدتر با پایان رسیدن مهلت شرطنامه‌اش تیم شهری پاریژ را ترک کرده بود. همچنین به ارژانتین سابق حمله‌ور زینیت سباستیان دریوسی برگشت و از این پس بازیگری دسته زادگاهیش ریور پلیت خواهد بود. حمله‌ور 28 ساله هنوز سالهای 2013-17 در صف ریور بازی می‌نمود و با این دسته 8 جایزه از زمره جام لیبرتادورس و رکوپ آمریکای جنوبی را مال خود کرده است. همزمان در سوپرلیگ ترکیه فنرباخچه 2-2 گرفت با استون ویلا دارد و در دایره این ارتباطی ترانسفری دیگو کارلوس برای عوض جمعی 10 میلیون یورو به شهر استانبول آوازدار آمد. باشگاه ترکیه علاقه اوید آمدن بازیگر 31 ساله صدا بلند نموده موسم جاری چمپیونات انگلیا این بازیگر مؤلف 10 گل هم شده است. ممکن که کارلوس سببگوری برگشت به پایگاه قهرمانی در ترکیه برای دسته مورینیو شود. نفری مخصوص اگر برای فنر بازیگری نو یافت حریف ازلیه‌شان با نام گالاتاسارای باشد. ویلفرید زاها را به شارلوت MLS تا ماه ینوری سال 26 به اجاره روان کرد. بازیگر 26 ساله که از لیون به صف قهرمانان فعلی ترکیه پیوست تنها 6 بازی در دسته ایکاردی گذرانید و دیگر برای ترکان نادرکار شد.
یک نفر دیگری در گذشته در فوتبال اروپا معروف باشد. راجا ناینگالان نام دارد که دیگر نمیداند کجا رود. رفتن راجا به لکرن تمسی از دیویزیون دوم چمپیونات بلژیا البته برای نیم حمایتگر 36 ساله از ناچاری است، زیرا بعد رفتن از صف بیانکارا اندونزی در ماه ایول سال 24 سابق بازیگر بلژیوی روما و اینتر دیگر کلاً نادرکار و بیکار شده بود. یک گزارش دیگری ترانسفری وابسته به فوتبال روسیایی، این هم رفتن سابق بازیگر اسپارتاک مسکو توماش تاوارش 23 ساله به ABC پرتغالی می باشد. سابق دفاعگر دسته مسکوگی که نیمه اولین موسم را در لاسکی افستریگی گذرانیده بود، اخیراً در وطن جای کار پیدا نمود. این باشگاه نوی تاوارش در زمینه 17 جدول چمپیونات پرتغالیا جایگیر بوده. پس اسپارتاک باشد. توماش بعد آمدنش در ماه ینوری سال 23 در 22 بازی یک گل زد و در به سمت اروپا راه پیش گرفت. ویکتور مندس از صف CSKA مسکو به صف کالاکالای چیلیگی پیوست. این بازیگر هم از زمره آن خارجیانی است که با استفاده از فرصتی مناسب بهر تعطیل به سمت وطن رفت و دیگر به روسیه برگشتن نخواست. بازیگر چیلیگی 25 ساله که در 10 بازی تنها یک گل زده بود، بر عوض $800,000 دیگر باره خدمت به فوتبال وطن میکند. از صف زینیت باشد یک گروه برزیلیان به تعطیل رفتند و دیگر نآمدند، ولی این تیم گازپروم که پول بسیار دارد باز برزیلیانی دیگر میآورد. کلاودینیو از زمره آن برزیلیان است که بر عوض 20 میلیون یورو به تیم قطری السد گزارش انجام داد. بازیگر 27 ساله که سال 21 به دست از ساحل دریای نیوا آمد، موسم جاری در 20 بازی یک گل و 5 ارسال گلی دارد. همین طریق پس از رفتن آمدن وندل و ارتور از صف زینیت، این دسته با لوئیس انریکه از بوتافوگو شرطنامه زیر نقشه 4+1 امضا کرد. و صف دسته از ریو د ژانیرو باشد. در دایره این ارتباط ارتور گیمارایس همراه می شود. فابریزیو رومانو خبر میدهد که ترانسفر انریکه برای زینیت 35 میلیون یورو ارزش پیدا نموده. انریکه 12 گل و 6 ارسال گلی در 55 بازی باشگاهی دارد. خلاص که این برزیلی آمده باز مثل دیگران در کدام تعطیل از زمستان سرد روسیایی با پول بسیار به گرمی های وطن میگذرد. اینش را ما حالا عمیق نمیدانیم. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.